شرکت ARS که مسئولیت نگاهبین شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه راه زمینی بین ولایت سوخت و مرکز تاجیکستان را بر عهده دارد، نزدیکی های نصف روزی 3 فوریه سال 2023 اعلام کرد که حرکت نقلیات بغیر از اتومبیل های بورکش و فوره ها از سمت خوجند به دوشنبه اجازه داده شد. صبح 3 فوریه به حرکت ماشین های سبکرو از سمت دوشنبه به سمت خوجند نیز اجازه داده بودند، ولی بعدا شرکت ARS اعلام کرد که با مقصد پورا برطرف نمودن پیامد ترم فرایی، حرکت تمام نمود نقلیات در راه دوشنبه چنوق را موقتا باز می‌دارند. راه توسط این شورا عملاً از شام 1 فوریه این قریب 2 شبانه روز بازماند کرده شده است. شام 1 فوریه در قسمت نویای ورزا به این شورا از کیلومتر 52 تا 73 به گفته مسئولان شرکت 45 ترمه خرد و کلان فرو ریخت و راه را بستند. بنا به پیشگویی اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، در بعضی منطقه های مملکت تا 4 فوریه هوای نامساعد و خطر فرآمدن ترمه باقی میماند.